الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 58 از آموزش کلمة التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد که معنیش نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. پس در این حلقه 58 ما اقوال اهل علم را در شرط محبت ذکر خواهیم کرد. در حقیقت سخنهای علما در این موضوع که محبت شرط صحت لا اله الا الله است به نهایت زیاد است، اما ما یک چند از علما را اختیار نمودیم و سخنهای اونها را در این موضوع به شما می رسانیم. ابن تیمیه رحمه الله می گویند تحقیق شهادت با توحید طلب می نماید که انسان دوست ندارد مگرم به خاطر الله و بد نبیند مگرم به خاطر الله و به کسی دوستی نکند مگرم به خاطر الله و دشمنی مکند مگرم به خاطر الله و آن چیزی که الله دوست داشته است همون را دوست بدارد و آن چیزی که الله بد دیده است همون را بد ببیند. البته این سخن در مجموعه الفتاوا مجله 8 ذکر شده است که میگن فإن تحقیق شهادت بالتوحید، یعنی تحقیق کردن این لا اله الا الله محمد رسول الله، تحقیقش حقیقتا عمل نمودنش با توحید از ما طلب میکند که دوستداریمون، عشقمون، محبتمون، بغضمون، عداوتمون، دوستداری و دشمنی همه اش به خاطر الله باشد و آن چیزی که الله دوست داشته است دوست بداریم و آن چیزی که الله بد دیده است و از اون بدش می آید و بغضش هست ما باید از همون دور باشیم و همون چیزی الله بد دیده رو بد ببینیم. بارک الله فیکم. و این چنین شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب تحفة العراقیه ذکر میکنند و میگویند محبت الله و رسوله من اعظم واجبات الایمان و اکبر اصوله و اصل كل عمل من اعمال الایمان و الدین. بدانید که محبت الله، دوستداری الله و رسولش از بزرگترین واجبات ایمان است و از اکبری، یعنی بزرگترینی، کلانترینی اصول دین است و اصل تمام عمل هاست از عملهای ایمان و دین. اگر عملهای ایمان، عملهای دین رو وقتی که نظر میکنیم میبینیم که محبت الله و رسولش اصل تمام عملها و اصل ایمان است و اصل دین است. چگونه ای که میگن کما ان التصدیق به اصل كل قول فالعباده تتضمن کمال الحب و نهایته و کمال الذل و نهایته. چگونه ای که تصدیق به الله و رسولش، یعنی تصدیق کردن الله و رسولش اصل تمام سخن هست، این چنین محبت الله و رسولش اصل تمام عمل و اصل تمام ایمان و اصل تمام دین همین دوستداری الله و رسول است. پس عبادت معناش همین است که کمال حب باشد، یا عبادت در برگیرنده کمال حب، یعنی درجه بالاترین عشق و محبت داشته باشد و درجه بالاترین ذل و تواضع و خاکساری و البته با همراهی محبت باشد.
پس همین عبادت است. عبادت یعنی درجه بالاترین و نهایت حب باشد، دوستداری درجه به بالا رسیده باشد و ذل هم به درجه بالا و نهایتش رسیده باشد. پس معبود همان ذات است که اون ذات را بزرگ شماریده شود. در روبروی اون ذات انسانها خود را ذلیل حس می‌کنند، ناچیز حس می‌کنند. معبودی که بزرگ شماریده نمی شود، در نزدش انسان خودش را ذلیل حساب نمی کند، پس اون معبود نیست. شلکیم تمام لا یکون معبودا. پس ما باید در نزد الله سبحانه و تعالی در حالت بیستیم که ذلیل باشیم، ذل داشته باشیم، خود را ناچیز بودن خود را حس بکنیم، خالق بودن الله را بدانیم و الله را بزرگ شماریم. و این چنین در همین کتاب تحفة العراقیه باز میگویند اصل المحبه هو معرفة الله سبحانه و تعالی وله اصلا. اصل محبت این شناخت الله سبحانه و تعالی است و همین شناخت الله دو اصل دارد. یا که همین اصل محبت که معرفه الله گفتیم، یعنی محبت دو اصل دارد. میگن محبتی که اصل است دو قسم است. قسم یکم و هو الذي يقال له محبت العامه. یکم قسم محبت این محبت عامه هست که به خاطر نیکی هایی که الله سبحانه و تعالی به من و شما بندگانش کرده است، بنده ها دوست می‌دارند. و این محبت فطری جبلی است که الله سبحانه و تعالی در قلب‌های هر یک بنده انداخته است که عادتاً تمام انسان ها، مسلمان خواه کافر خواه بودیست، کسی نباشد یک ذات دیگر یا یک چیزی دیگری که در حقش نیکی کرده است دوست می‌دارد، نیکی کننده را دوست می‌دارد. اصل دوم یعنی محبت قسم دوم محبت است که این محبت خاصه است و این محبت است که هر کسی که الله را شناخته است، اسماء الله و صفاتش را شناخته است به طور درست و صحیح، این محبت تنها در چنین انسانها پیدا می شود که الله را دوست می دارند. به خاطر چی الله را دوست می دارند؟ به خاطر اینکه الله را می شناسند، به خاطر اینکه الله را، اسماء الله، نامهای الله، صفاتهای الله را آموخته اند و می شناسند و می دانند و اون دلالت هایی که نام الله و صفاتهای الله میکند از همون باخبرند و به درجه محبت کامله انمینها میرسند و این را محبت الخاصه گفته میشد. پس محبت به دو قسم تقسیم میشد. محبت عامه که هر یک انسان در قلبش دارد که یک انسانی نیکی کننده یا که یک چیزی نیکی کننده را دوست دارند، این محبت فطری است. اما محبت خاصه محبت اهل ایمان و اسلام است که الله را به سبب شناختنشان، به سبب آموختن اسما و صفاتشان چی میکنند؟ دوست میدارند. بارک الله فیکم. پس محبت اهل ایمان در اهل کفر وجود ندارد. اهل کفر عادتا محبت دارد در قلبش، محبت فطری که یا جبلی که الله سبحانه و تعالی انداخته است. آنها هم اگر یک چیز رو همچون معبود شناسند، همچون اله خود دانند، به مانند مثلا نصارا عیسی را یا که یهود مثلا در دین خودش اله خودش، معبود خودش رو، هر یک دین معبود خودش رو دوست دارد. سبب دوست داشتنش این است که این دین ها فکر میکنند که به اونها همین الهشون، همین معبودشون نیکی کرده است، اینها رو گویا خلق کرده است و غیر ذلک. باطل است این محبت باطل است. و این چنین محبت فطری به مانند این که پدر و مادر را دوست می‌دارید، خواهر و برادر را دوست می‌دارید، یا یک دوست خود را که به شما نیکی می‌کند دوست می‌دارید، این در همه وجود دارد. اما در اهل ایمان محبت خاصه وجود دارد که در دیگر دین‌ها و انسان‌ها وجود ندارد. این
محبت خاصه بعد از شناخت الله به وجود می آید. بعد از آموختن نامهای الله و صفاتش و دانستن معنیش و دلالاتهایش، بعد از این محبت در انسان پیدا می شود. به خاطر همین آموختن اسماء الله و صفاتش ضرور است. شناختن الله سبحانه و تعالی این در حقیقت اصول دین است که بعد از لا اله الا الله و بعض مسائل به این مسئله باز خواهیم گشت. و در قاعده المحبه شیخ الاسلام ابن تیمیه ذکر میکنند و میگن اصل كل فعل و حرکت فی العالم من الحب والاراده كما ان البغض والكراهه مانع وصاد لكل ما انقاد بسببه ومادة فهو اصل كل ترک. اصل تمام فعل، اصل تمام حرکتی که به وجود می آید در عالم، این از محبت است، از حب است، از دوستداری است و از اراده و خواستن است. چگونه ای که بغض و بدبینی و کراهت منع کننده و بازدارنده از همه این فعل هایی که انسان میخواد که انجام میدهد. پس بغض و عداوت و کراهت بدبینی اصل کل ترک است. محبت که اراده اصل تمام فعل است، اما بغض و کراهت اصل تمام ترک است. و شیخ الاسلام تیمیه در موضوع مرتد از مرتد میگن و میگن که او کان مبغضا لرسوله او لما جاء به. مرتد کسی است که یک چیزی از رسول الله آمده را بد ببیند یا که رسول الله خودشان را بد بیند، این مرتد است. ببینید یعنی ضد کراهت بغض انسانو به مرتد میبرد. بارک الله فیکم. ابن القیم الجوزی در کتاب مدارج السالکین میگن لو بطلت مسألة المحبه لبطلت جمیع مقامات الایمان والاحسان. اگر مسئله محبت در انسان باطل شود، نابود شود، حتما تمام مقام های ایمان و احسان از انسان نابود و باطل میگردد. یعنی نابود شدن محبت این سبب نابود شدن ایمان است و احسان است. پس برادرم و خواهرم، بارک الله فیکم، این سخنهای علما دلالت میکند که محبت این شرط صحت لا اله الا الله است. وجود اصل محبت این اصل ایمان است و اصل دین است. پس نبودن محبت، نبودن اصل محبت، این نبودن ایمان است و احسان است. و نسبتها الى الاعمال كنسبة الاخلاص اليها بل هي حقيقة الاخلاص بل هي نفس الاسلام فانه الاستسلام بالذل والحب والطاعة فمن لا محبة له لا اسلام له البتة بل هي حقيقة شهادة ان لا اله الا الله فان له الاله هو الذي يألوه العباد حبا وظلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة له وأصل التأله التعبد والتعبد آخر مراتب الحب فالمحبة حقيقة العبودية. این سخنهایی که ابن القیم الجوزی میگن که و نسبت محبت یا که محبت نسبتش در عملها یا که نسبت محبت در عملها به عباره دیگر بگوییم به مانند نسبت اخلاص به عمل هاست. یعنی چگونه که در حلقه های گذشته ما به شما بیان کردیم که اخلاص در عمل بودنش ضرور است. اگر اخلاص نباشد به جای شرک می آید و عمل نابود می گردد، بیفایده می گردد. این چنین محبت هم مثل اخلاص است. در عملی که محبت وجود ندارد، در انسانی که محبت وجود ندارد، این عمل و این انسان زیان کشیده است و لا اله الا اللهش و عملش قبول نیست. بلکه محبت این حقیقت اخلاص است. ببینید از اخلاص هم سخت‌تر است، زیرا که محبت این حقیقت اخلاص، مغز اخلاص است. بلکه میگند محبت این نفس اسلام است، زیرا که اسلام این تسلیم شدن به ذل و به حب و به طاعت است. یعنی به الله تسلیم میشوید ذلیلانه با محبت و به طاعتش. پس هر کسی که محبت ندارد وی اسلام ندارد. البته اسلام ندارد. کسی که محبت ندارد این اسلام ندارد، کافر است. بلکه محبت این حقیقت شهادت لا اله الا الله است، زیرا که اله این
اون ذات است که تمام بندگان به همین اله، به همین معبود قلبشون مائل است، به همین اله مائلند. مائل شویشون به محبت است و به ذل است و به ترس است و به امید است و به بزرگشماری و به طاعت است. پس اصل تعلق این تعبد است. یعنی اصل اله رو وقتی که نظر میکنیم این تعبد است و تعبد یک چیزی که البته پرسته میشود، پرستیش آخرترین و بالاترین درجه حب و محبت و عشق است. یعنی محبت این حقیقتش عبودیه و یگانه پرستیدن الله سبحانه و تعالی است. و اینچنین ابن القیم الجوزی میگن المحبت الطبیعیه میل الانسان على ما لا يلائم تبعه. محبت طبیعی چه که ما به شما نقل کردیم، محبت دو نمود است: محبت اصلی و فطری یا که محبت فطری و جبلی و محبت خاصه، محبت العامه و محبت الخاصه. پس اینجا ابن القیم الجوزی محبت عام رو ذکر میکنه، میگن محبت طبیعی این محبت است که تمام انسان ها به یک چیزی که از وی بدشون نمی آید میل میکنند و دوست میدارند. بارک الله فیکم. پس از این سخنها آشکار فهمیده میشد که محبت این اصلی دین است و محبت شرط صحت لا اله الا الله است. زمانی که محبت نابود شد، اسلام نابود شد. پس ای کسانی که محبت دین، محبت رسول الله، محبت سنت رسول الله، محبت قرآن، محبت الله را ندارید، دانید که دین ندارید، اسلام ندارید، ایمان ندارید. زیرا که محبت این دین است و اسلام است و اصل است و اصلی ایمان و احسان است. مقرزی در تجرید میگن که فاصل العبادة محبت الله بل افراده بها. اصل عبادت این محبت الله است، بلکه یگانه دانستن الله در محبت است. ببینید یعنی اصل عبادت چیست؟ این محبت الله است. اما چگونه محبت؟ کدام نمودی محبت؟ محبتی که تنها به الله این محبت انجام داده شده باشد، یعنی محبت یگانه الله، غیر الله دیگر محبتی وجود نداشته باشد. البته محبتی عامه، محبت فطری و جبلی وجود دارد، اما محبت خاصه فقط به الله باید باشد. امام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در کتاب التوحید ذکر میکنند، میگن ذكر أنهم أي المشركين يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، فكيف بمن لا يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. سبحان الله. میگویند شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب که مشرکین الله را به نهایت سخت دوست داشتند، دوستداریشان به نهایت عظیم و بزرگ بود. اما این دوستداری مشرکین، یعنی اون قریشی که در مکه بودند در زمان رسول الله، پیش از رسول الله و بعد از این رسول الله آمدند و دعوت کردند و دعوت را قبول نکردند، همین مشرکینی که کفار بودند الله را به نهایت دوست داشتند، دوستداریشان به نهایت قوی و شدید بود. اما این دوستداری آنها را به اسلام ندر آورد، یعنی فقط به همین دوست داشتن الله آنها مسلمان نشدند، زیرا که آنها الله را دوست می‌داریم میگفتند و بعد از این شرک را انجام میدادند. دوستداری الله این اطاعت الله است. پس شیخ سوال میتین مشرکین الله را دوست داشتند، به نهایت دوستداری سخت بود، اما آنها این دوستداریشان آنها را به اسلام ندر آورد. پس چگونه میشود در حق کسی که، یا چگونه است به کسی که الله را دوست ندارد بلکه شرک را دوست دارد، شرک را به نهایت دوست سخت دارد، از الله هم دیده شرک را دوست دارد، یا که اصلا الله را دوست ندارد و فقط شرک را، یگانه فقط شرک را دوست دارد، قبر و مزار و غیره را، و الله را دوست ندارد. پس این دلالت میکند که کسی که شرک را دوست دارد با همراهی الله، یا که کسی که اصلا الله را دوست ندارد و شرک را دوست دارد، یا که الله را دوست ندارد، اعوذ بالله من ذلك، این اصلا مشرک است و از اسلام، از ملت اسلام بیرون شده است. ابن رجب حنبلی رحمه الله در کتاب فتح الباری، البته ما دو فتح الباری داریم، صحیح بخاری فتح الباری،
ابن حجر اسقلانی هم فتح الباری نوشتند، عبارت از 15 مجلد است، معروف مطبوع امروز هست. و این چنین ابن رجب حنبلی رحمه الله کتاب صحیح بخاری رو شرح دادن، اما کامل نشده است. در قسم های اول وفات کرده اند و این کتاب پایان نیافته است. و همین ابن رجب حنبلی صاحب کتاب جامع العلوم والحکم فی شرح 50 حدیث من نبی صلی الله علیه و آله است. 40 نووی رو شرح دادن. رحمه الله میگن که فعلامت تقدیم محبت رسول الله، محبت الرسول صلی الله علیه و سلم علی محبت کل مخلوق، یعنی علامتی پیش دانستنی، تقدیم دانستنی محبت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر محبت تمام مخلوق این است که انه اذا تعارض طاعت الرسول في اوامره و داع آخر يدعو الى غيرها من هذه الاشياء المحبوبه، فإذا قدم المرء طاعة الرسول وامتثال أوامره على ذلك الداعي كان ذلك دليل على صحة محبته لرسوله. سبحان الله. ببینید علامتی زیاد دوستداری رسول الله، علامتی این که محبت رسول الله بر شما از دیگر محبت ها پیش می ایستد چیست؟ انسان از کجا می فهمد که رسول الله را دوست دارد؟ از انسان از کجا می داند که از همه زیادتر رسول الله را دوست می دارد؟ امروز ما چگونه باید فهمیم؟ ابن رجب حنبلی میگن که علامتی زیاد دوست داشتن، تقدیم محبت رسول الله از دیگر چیزها این است که وقتی که سخن رسول الله به سخن یک دیگر انسان تعارض کرد، رسول الله گفت که ریش مانید، رسول الله گفت که حجاب بندید، رسول الله گفت که شرک را ترک کنید، اما یک بنده آمد و ریش را رد کرد، نماز را رد کرد و حجاب را منع کرد و غیر ذلك، این انسان خواه پدر باشد، خواه یک سلطانی، یک پادشاهی مرتد باشد، فرقی ندارد، کسی نباشد، اگر انسان امر رسول الله را پیش گیرد، اطاعت رسول الله را کند و سخنهای غیر رسول الله را ترک کند، در همه حالت، در این حالت فهمیده می شود که این انسان در حقیقت رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست دارد و دوستداری رسول اللهش از همه پیش است، یعنی محبتش نسبت رسول الله از همه چیز زیاد می است. چرا؟ زیرا که همیشه در حالت تعارض، ضدیت کردن سخن رسول الله با دیگر سخنها، سخن رسول الله را میگیرد. وقتی که سخن دیگر انسانهای گرد و اطرافش بوده به سخن رسول الله ضد میبراید، این انسان فقط سخن رسول الله را میگیرد و به رسول الله اطاعت میکند و به غیر رسول الله گوش هم نمیدهد، اطاعت هم نمیکند. این انسان نجات یافته است. این انسان رسول الله را از همه زیاد دوست می‌دارد. اما علامت بدبختی و شقاوت و روح سیاگی این است که علامت این که محبت دروغین است، محبت نفاقین است، این است که وقتی که یک انسان دعوا کند که من رسول الله را دوست می‌دارم و سخن یک دوستش، یک پادشاهی کافر یا که یک کسی دیگر به سخن رسول الله ضد براید، سخن رسول الله را ترک کند و به سخن همون انسان اطاعت کند، یا به سخن پدرش و مادرش یا به سخن دیگر انسان کسی نباشد، سخن دیگر انسان را از سخن رسول الله پیش داند، یا که غلو در حق کسی بکند، در حق شیخ اولیای ایشان چنان دیگر انسان را دوست دارد که سخن دیگر انسان را از سخن رسول الله بالاتر داند، یا که سخن دیگر انسان را از سخن رسول الله بالاتر نداندم قبول کند و سخن رسول الله قبول نکند. به مانند این که امروز ما به هزارها انسان سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را، حدیث صحیح را از بخاری و مسلم میرسانیم که انمین عمل سنت است، مثلا برداشتن رفع یدین سنت است، در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است. این انسان میبیند سخن ما را گوش میکند، حدیث را میفهمد که صحیح است، هیچ مشکلی ندارد، بعد از این نظر میکند به سخن ایشانش، استادش، شیخش صوفی هست، یگان کسی است که از سنت بیخبر است، شیخش میگه که نه این سنت نیست، سخن رسول الله را فهمید اما سخن رسول الله را ترک میکرد، بس سخن شیخش میگردد. آیا این انسان محبت حقیقی است؟ محبتش نسبت رسول الله در حقیقت سخت است؟ آیا محبت رسول الله در این انسان از همه چیز بالاتر و پیشتر میستد؟ البته نه. همان وقت محبت رسول الله از دیگر محبت ها بالاتر در نزد شما می ایستد که شما سخن رسول الله را از همه سخن ها بالا
و اطاعتش کنید. اما افسوس که امروز مردم ما فقط در زبان میگن که الحمدلله ما رسول الله را دوست داریم، اما وقتی که عمل اونها را نگاه میکنید عملشون هیچ نزدیکی به حب رسول الله ندارد، عملشون ضد عمل رسول الله است. این دلالت میکند که لسان، زبان مقالشون، زبان عملا اونها به ما میگویند که ما اصلا رسول الله را قبول نداریم. ادعا را همه میکند، دعوا را مشرکا هم دعوا میکردند که ما دوست داریم، اما با دعوا کردن و با زبان و با امید و آرزو فقط انجام نمی شود. لیس الاسلام بالتمنی، اسلام و ایمان با تمنا و آرزو و دعوا نیست، بلکه با آن چیزی که در قلب است و از قلب بیرون می شود و عمل است. یعنی اسلام ایمان است که در قلب است و در زبان است و در جسم و عمل است. پس بارک الله فیکم. در حقیقت ابن رجب حنبلی به نهایت خوب گفتند علامت تقدیم محبت رسول، علامت بالا بودن محبت رسول از دیگر محبت ها، پیش بودن محبت رسول از دیگر محبت ها این است که وقتی که طاعت رسول به طاعت یک انسان، سخن رسول الله به سخن یک انسان، امر رسول الله به امر کسی روبرو آمد، امر رسول الله را بگیرد، اطاعت رسول الله را بگیرد، محبت رسول الله را بگیرد و طاعت دیگر انسان را، محبت دیگر انسان را و سخن دیگر انسان را یک طرف گذارد. این دلالت میکرد که این انسان محبت رسول الله را به درجه بالا برده است و از همه چیز پیشتر در نزدش محبت رسول الله است. پس میگن که و این قدم على طاعته وامتثال أوامره شيئا من الأشياء المحبوبة طبعا دل على عدم اتيانه بالإيمان التام الواجب عليه. هر انسانی که از طاعت رسول الله دیگر طاعت را پیش بگیرد، از پیروی کردن به رسول الله دیگر چیز را به دیگر انسان پیروی بکند، طاعت دیگر انسان را از طاعت رسول الله پیش بگیرد، پیرو شدن به دیگر انسان را از پیرو شدن به رسول الله پیش بگیرد، امر دیگر انسان را اجرا بکند و امر رسول الله را ترک بکند، پس محبتش به جا آمده است، ایمانش نابود شده است و ایمان واجب را به جا آورده است. پس خود شما مردم را ببینید که در کدام حال هستند. این است اهل توحید. این را میگن اهل توحید. اهل توحید کسی است که محبت الله و رسول را از همه محبت ها، از همه چیزها، از همه مخلوقات پیش میگیرند. پدرت پیش است، مادرت پیش است، یا که الله و رسول پیش است. معروف است که الله و رسول پیش است. فرزند و زنت پیش است، یا که الله و رسولت پیش است. الله و رسولت پیش است. خانه و در و تجارت و زندگیت پیش است، یا الله و رسولت پیش است. الله و رسولت پیش است صلی الله علیه وسلم. نفست به تو عزیز است، محبوب تر است، یا که الله و رسول محبوب تر است. الله و رسول محبوب تر است. زیرا که عمر ابن الخطاب به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند و گفتند که ای رسول الله انی احبک اکثر ما فی نفسی. من تو را، البته انی احبک، ای رسول الله من تو را دوست می‌دارم، اما نه تو درجه نفسم را، تو را از نفسم زیادتر دوست نمی‌دارم. رسول الله گفتند که لا یا عمر، نه ای عمر، این نادرست است، تو باید مرا از نفست هم زیادتر دوست بداری. عمر که از این مسئله بیخبر بودند، البته بعد از این که شنیدند از رسول الله صلی الله علیه و سلم، زود گفتند انی احبک اکثر من نفسی. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم من تو را از نفسم هم زیادتر دوست می‌دارم. وقتی که رسول الله این سخن عمر را شنیدند گفتند الان یا عمر، الان یا عمر، الان به درجه بالا رسیدی ای عمر، به محبت کامل رسیدی ای عمر. که این حدیث در بخاری ذکر شده است. پس بارک الله فیکم، باید رسول الله صلی الله علیه و سلم را زیاده از همه چیز باید دوست بداریم. پس با همین این حلقه را به پایان میرسونیم.
و در مسئله سخنهای علما یک حلقه دیگر رو ذکر میکنیم، زیرا سخنهای علما سخنهای زیبا، بینهایت سخنهای پرمعنا زیاد است، لیکن ما بعضی از سخنهایی که از